با سلامی دیگر باره به بینندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر میگویم که این لحظه ها به ما پیوستید و سرخط خبرهای روز را از من شالک خوجه و از رادیو آزادی تماشا میکنید و فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شما عزیزان میگردد که فراگیر موضوع روز است و موضوعی که مورد توجه شما بینندگان عزیز است. خب حالا رو میارم به سرخط خبرها. سفر بی بازگشت و یا فوجه بزرگ یک خانواده. یک صدمه نقلیاتی در کراسنوداری روسیه رشته عمر یک باره 6 نفر از یک خانواده توجیک را برکند. برخورد ماشین عامل مهاجران توجیک با نقلیات یوری تاجیلی صبح دیروز به وقوع پیوست. مقامات مربوطه کراسنودار سبب صدمه را عیب راننده وضع گفتند چون از عهده اداره حرکت نقلیات نبرآمده است. سن سال هلاک شدگان از 8 ساله تا 68 را تشکیل میدهد. 4 نفر در صدمه جراحت برداشته در بیمارخانه طبابت میگیرند. از این بیشتر در برنامه خبری صحبت خواهیم کرد. با تاجیکستان تنها کمک‌های بلوئی و از بانک آسیای رشد می‌خواهد که بانک تقدیم گرانت‌ها به این کشوری آسیای مرکزی را از نو به راه ماند. کارشناسان این نهاد مالی میگن قرض تاجیکستان خیلی زیاد شده است و قرض‌های علاوه‌ای میتواند برای اقتصاد این کشور زیان رساند. ضمناً قرض خارجی تاجیکستان حالا به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک آمده است. بانک آسیای رشد بیش از 12 سال به این سو با تاجیکستان همکاری دارد و در همین حال وکیلان تاجیک برینند که به نظام مالیوی کشور ناامنی در افغانستان میتواند تأثیری بیشتر داشته باشد. در نویه همدانی یک زن 35 ساله با جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. اتهامی که خود این زن و نزدیکانش اعتراف نمیکنند و میگویند او گناه ندارد. میجگانه محمد رحیم و از نویه همدانی به قاچاق 22 کیلو مواد مخدر متهم است. در این باره تفصیلات را در برنامه خبری تماشا کنید. زیبایی تنها ظاهری نیست. در دوشنبه نخستین آزمون زیبایی را برای بانوان معلول تشکیل کردند. زنان و دختران دارای امکاناتشان محدود میگویند شرکت در این گونه آزمون اعتماد آنها را به نیرو و تواناییشان بیشتر کرده. به این وسیله آنها نشان میدهند که از دیگر اعضایان جامعه هیچ کمی ندارند. انتظارات تشبسکاران این چوره‌بینی از آزمون چی بوده است در برنامه خبری برای شما نمایش خواهیم داد. در برنامه امروز همچنین از روزی درهای باز در گوشه های امریکایی برایتان قصه میکنیم. باید گفت که مسئله صدها هزار شهروندان تاجیکستان طریق چنین مرکزهای در هر گوشه و کنار کشور زبان انگلیسی و دانش‌های خود را تقویت میدهند و حالا اکثریت آنهایی که به این گوشه ها می آیند زبان انگلیسی را همچون چپته زندگی آزاد در غرب و اروپا ارزیابی میکنند. همکاران ما در این باره گزارش دارند و نظر خود آنهایی که به گوشه های امریکایی می روند و مسئولین این گوشه های امریکایی را شما میتونید در برنامه خبری تماشا کنید. 101 گل سرخ ضد خشونت زنان در تاجیکستان و یا چگونه ژورنالیست شناخته تاجیک سوریای شجاعت همراه همسرش که نیز روزنامه‌نگار است در کوچه های شهر دوشنبه به رهگذران یک دانه گل تقدیم کردند تا آنها به خانه هایشان رفته دل مادر و خواهر و همسرانشان را به دست بیارند. ضمناً نرخ این گل های تقدیم کرده چندان ارزان نیستند. در بازار قیمت چنین گل حدوداً 20 سومانی و دسته 101 دانه گل در مجموع بیش از 200 دلار را تشکیل میدهد. ولی سوریای شجاعت میگوید برایش این مهم نیست. مهم این است که بتواند به حیث یک ساکن تاجیکستان سهم خود را در بهبود محیط خانوادگی ده زن تاجیک گذارد. اگر این گزارش برای شما جالب بود پس بعد از 3 ساعت ما را در برنامه خبری حتما تماشا کنید. و دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان شام پنجشنبه 6 دکبر برای شرکت در جمع تعلیمی و تمرینی به شهر دوحه قطر سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دایره این جمع منتخب کشور با تیم‌های ملی یمن، عمان و بحرین بازی‌های دوستانه انجام می‌دهد. دسته منتخب تاجیکستان 9 دکبر در شهر دوحه با تیم ملی یمن بازی دوستانه برگزار می‌کند. سپس منتخب تاجیکستان به شهر مسقط سفر می‌نماید و در آنجا روزهای 13 و 16 دکبر با تیم ملی عمان 2 بازی دوستانه را انجام می‌دهد. سفری فوتبالبازان تاجیک 20 دکبر در شهر منامه با بازی مقابل تیم بحرین به انجام می‌رسد. خب بینندگان عزیز فراموش نکنید که ما شما را بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری با تازه‌ترین خبر و گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان منتظر می‌شویم.